سلام، شهاب شیری هستم. امروز اومدم اینجا تا همصدا و همفریاد مردم مظلوم کشورم ایران باشم. نمیدونم چی باید بگم، نمیدونم مردم رو دعا کردن، جادو جنبل کردن، چیز خورشون کردن. واقعا نمیتونم بفهمم که چه طلسم سنگینی باعث شده که این حجم از زور و ظلم یه رژیم فاسد بتونه صدای خشمگین یه ملت رو تو گلوش حبس نگه داره. منم مثل شما اوایل اعتقاد نداشتم به این خرافه ها، اما تنها چیزی که امروز میتونم ذهنم رو درگیرش کنم تا دیوونه نشم اینه که شاید مردم منو طلسم کردن. خیلی دوست ندارم این حرف رو بزنم، ولی فکر میکنم نالایقی از جمهوری اسلامی نیست، از این حکومت نیست، بلکه اکثریت مردم ایران لایقه چنین حکومتی هستند. اگر نبودن ما باید تعداد بیشتری امروز توی خیابونا میدیدیم برای مطالبه حق و حقوق اولیه‌شون. امیدوارم که نذاریم خون بیگناه ها پایمال بشه. این 176 نفری که در آخر به اشتباه مردن دل آدم رو میشکونه و قلب آدم رو به درد میاره. شما اشتباه زدین ولی اینا واقعی مردن و امیدوارم که ملت بی تفاوت نباشن. جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرد که خون این 176 نفرم پایمال کنه. با بلدوزر رفتن جایی که این 176 نفر پرپر شده بودن و درست کردن که نتونن تحقیقات نشون نده که اینها این هواپیما رو منفجر کردن. تمام تلاشش رو کرد که اینو یه دروغ نشون بده، اما نتونست.